چون همیشگی درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روز درس امروزه همون چنین است. When the heart is pure, all things and beings appear pure. A quote by سعدی شیرازی. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: وقتی که قلب پاک است، همه موجودات پاک به نظر می رسند. سخن سعدی شیرازی. New words کلمه های نو: place مکان، country کشور، city شهر، town شهری نسبتاً خردتر، street کوچه، avenue خیابان، room حجره، region منطقه، province ولایت، address سروغه اگر زده در هجای اول بیاید، address خطاب کردن وقتی که زده در هجای آخر بیاید و کلمه یکم اسم، کلمه دوم باشد فعل می باشد. heart دل، pure تازه پاک صاف، appear نمایان شدن، beings موجودات، home خانه، building بنا، location جای و یا موقع، area مساحت منطقه، center مرکز، useful فایده‌ناک. در اینجا درس امروزه ما با پایان رسید. لطفاً اگر به کانال ابونه نشده باشید ابونه شوید، با نوار لایک گذارید، فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس و در شرح ها نویسید. این نوار را با دوستان و نزدیکانتان روان کنید و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً با ما باشید و با ما زبان انگلیسی را آسان و رایگان آموزید.